مسئله 420 مورتیمر: چه حجمی از محلول سدیم تیوسولفات با غلظت 36 مولار برای واکنش با 1.2 گرم یود مورد نیاز است؟ پرسش اصلی مسئله اینه: چند میلی لیتر Na2S2O3 لازمه برای واکنش با 1.2 گرم یود؟ 36 مولار به معنای 36 مول از تیوسولفات در 1000 میلی لیتر محلول. کرم مولی یود 253 گرم بر مول، بنابراین 1 مول یود 253.8 گرم هست. بر اساس معادله واکنش، برای واکنش با 2 مول تیوسولفات 1 مول یود لازمه. یکای کمیت مجهول مسئله سمت چپ نوشته میشه، یعنی چند میلی لیتر سدیم تیوسولفات برابری میکنه با 1.2 گرم یود. اولین ضریب تبدیل برای ادامه حل مسئله نوشته میشه که 1 مول یود بر 253.8 گرم یود. گرم یود با گرم یود حذف میشن. دومین ضریب تبدیل 2 مول تیوسولفات بر روی 1 مول یود هست که واحد کمیت مخرج یعنی مول یود با مول یود در صورت ضریب تبدیل قبلی حذف میشن. سومین ضریب تبدیل به کار رفته 1000 میلی لیتر تیوسولفات بر روی 36 مول سدیم تیوسولفات هست که بر اساس تعریف مولاریته استفاده میشه. در اینجا هم مول تیوسولفات در مخرج همین ضریب تبدیل با مول تیوسولفات در صورت ضریب تبدیل قبلی حذف میشن. پاسخ نهایی 27.3 میلی لیتر سدیم تیوسولفات هست که واحد اون همون واحد برجای مانده در صورت آخرین ضریب تبدیل هست.